تا حالا شده به تصمیم‌های مالیتون فکر کنید و از خودتون بپرسید چرا این کارو کردم؟ چرا بعضی وقتا انگار منطق رو کلاً میذاریم کنار؟ خب امروز قراره دقیقاً بریم سراغ همین موضوع. می‌خوایم با هم قفل این رابطه پیچیده بین احساساتمون و پولی که تو جیبمونه رو باز کنیم. خب بذارید با یه حقیقتی شروع کنیم که فکر کنم برای هیچ کدوممون غافلگیر کننده نیست. این اسلاید از انجمن روانشناسی آمریکا میگه پول منبع شماره 1 استرس تو زندگیه. میدونید ما هممون نگران پول هستیم و این فقط یه حس و حال درونی نیستا، نه، این یه واقعیت ثابت شده است. و این استرس متاسفانه فقط تو ذهن خودمون نمیمونه. مثل یه ویروس به مهمترین رابطه هامون هم سرایت میکنه. جالبه بدونید که پول دلیل شماره 1 طلاق تو سالهای اول ازدواجه. یعنی میتونه حتی محکمترین پایه‌های یه زندگی مشترک رو هم سست کنه. خب پس اگه مشکل فقط حساب و کتاب و اکسل و بودجه بندی نیست، پس چیه؟ راه حلش کجاست؟ اینجاست که باید با یه حوزه جدید و خیلی جالب آشنا بشیم: مالی درمانی. مالی درمانی اگه بخوایم ساده بگیم یه جور ترکیبی از روانشناسی و برنامه‌ریزی مالی. یعنی علمیه که هم به اون اعداد و ارقام روی کاغذ نگاه میکنه، هم به داستانها و احساساتی که پشت اون اعداد قایم شدن. هدفش چیه؟ اینکه حال کلی ما بهتر بشه. حالا ببینید تفاوتش با یه برنامه‌ریز مالی معمولی چیه؟ خیلی جالبه. یه برنامه‌ریز مالی بهتون میگه با پولتون چی کار کنید. مثلا کجا سرمایه‌گذاری کنید. اما یه مالی درمانگر ازتون میپرسه چرا این کارها رو میکنید. اون میره سراغ ریشه، سراغ رابطه شما با پول. خب چطور این کارو میکنه؟ یکی از اصلی ترین مفاهیم توی مالی درمانی چیزی به اسم باورهای پولی پنهان. فکر کنید یه دفترچه راهنمای نامرئی برای پول تو ذهن هممون وجود داره که بهمون میگه چطور رفتار کنیم. این باورها چی هستن اصلا؟ اینا یه سری اعتقادات ناخودآگاهن در مورد پول. چیزایی که معمولاً تو بچگی از خانواده، از جامعه یاد گرفتیم و الان بدون اینکه حتی خودمون حواسمون باشه دارن تمام تصمیمات مالی ما رو هدایت میکنن. به این لیست نگاه بندازید. کدومش براتون آشناست؟ پولچرک کف دسته؟ من اصلاً آدم پول جمع کردن نیستم؟ یا شاید این یکی که اگه پولدار بشم همه مشکلاتم حل میشه؟ ببینید این باورا که خیلی هاشون خیلی هم رایجن میتونن مثل یه فرمان مخفی ما رو به سمت رفتارهای مالی خیلی مخرب ببرن، اونم بدون اینکه اصلا روحمون خبر داشته باشه. اما خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که ما مجبور نیستیم تا آخر عمر زندانی این باورها بمونیم. نه اصلاً. مالی درمانی یه جعبه ابزار در اختیار ما میذاره که باهاش میتونیم این باورهای قدیمی رو به چالش بکشیم و از نو بنویسیمشون. یکی از مهمترین ابزارهای این جعبه تکنیکی به اسم بازسازی شناختی. خیلی جالبه. انگار شما میشید کاراگاه ذهن خودتون. اول اون فکر اتوماتیک و اذیت کننده رو شناسایی می‌کنید. بعد اون باور غیر منطقی پشتش رو به چالش می‌کشید. با شواهد واقعی امتحانش می‌کنید و می‌بینید اصلاً درست هست یا نه. و در نهایت یه باور جدید، دقیق‌تر و مفیدتر رو جایگزینش می‌کنید و رفتارتون رو بر اساس اون اصلاح می‌کنید. یه فرایند قدم به قدم برای تغییر. اما یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست. این باورها از کجا میان؟ خب اینا تو خلا شکل نمیگیرن. فرهنگ ما، یعنی جامعه‌ای که توش بزرگ شدیم، یه نقش فوق‌العاده بزرگ بازی میکنه. این جمله رو ببینید چقدر قشنگ میگه. این که از ما بخوان سوگیری‌های فرهنگی خودمون در مورد پول رو ببینیم، مثل اینه که از یه ماهی بخوایم آب رو توصیف کنه. ماهی اصلا نمیدونه تو آبه تا وقتی که ازش بیرون بیاد. ما هم همینطوریم. اونقدر توی فرهنگ خودمون غرق شدیم که اصلا متوجه تأثیرش روی تصمیمامون نیستیم. مثلا این مقایسه رو ببینید. توی فرهنگ غالب آمریکا استقلال فردی یه ارزش خیلی مهمه. اما تو خیلی از فرهنگ‌های دیگه مثل بعضی از فرهنگ‌های لاتین وابستگی متقابل خانوادگی و مسئولیت مالی مشترک حرف اول رو میزنه. حالا شما تصور کنید یه مشاور مالی که فقط مدل اول رو بلده بیاد به کسی از فرهنگ دوم مشاوره بده. خب معلومه که توصیه‌هاش به درد اون فرد نمیخوره چون دنیای اونها متفاوته. خب تا اینجا خیلی تئوری صحبت کردیم. بیایید همه این ایده ها رو ببریم تو دل یه داستان واقعی تا ببینیم در عمل چطور کار میکنن.
با لورن آشنا بشید. لورن مشکل خرید بیش از حد داشت، اما موضوع اصلا اون چیزهایی که می‌خرید نبود. مشکل یه حس درونی و عمیق بود، حس اینکه هیچ وقت به جایی تعلق نداشته. خرید کردن راهی بود برای آروم کردن این درد. یعنی رفتار مالیش فقط یه نشونه از این مشکل خیلی عمیق‌تر بود. و این مشکل هزینه داشت. همونطور که می‌بینید لورن فقط تو 2 هفته بیشتر از $3000 برای چیزهای غیر ضروری خرج کرد. دوباره میگم این فقط یه عدد نیست، این هزینه مالی یه درد عاطفی خیلی بزرگه، هزینه تلاشی برای فرار از یه حس بد. اما لورن با کمک مالی درمانی تونست به ریشه این مشکل برسه و نتیجه 3 سال بعد رفتار خرید وسواسی اون کاملاً به حد نرمال برگشته بود. یعنی نه تنها رفتارش که کل زندگیش رو تونست به شکل اساسی تغییر بده. و کلید این تغییر این جمله بود که یاد گرفت. شما هرگز نمیتونید از چیزی که واقعاً بهش نیاز ندارید به اندازه کافی به دست بیارید. چه جمله عمیقی! این درک بهش کمک کرد که بفهمه نیازهای عاطفیش یه چیزه و عادت خرید کردنش یه چیز دیگه و این دوتا رو از هم جدا کنه. داستان مالی هر کدوم از ما یه گذشته‌ای داره، اما آیندهش هنوز نوشته نشده. سوال اینه که شما برای آینده داستان مالی خودتون چی می‌نویسید؟ درک کردن روانشناسی پشت تصمیماتتون این قدرت رو بهتون میده که قلم رو دستتون بگیرید و نویسنده فصل بعدی زندگیتون باشید. ممنون که وقت گذاشتید.